اومدیم یه جایی توی القدس اسمش بیکتی بابیکیوه که حتی چوباش و هیزماش هم از تگزاس میاره و توی این تنورا درست میکنه که دقیقاً وقتی که میخواد حالا استیک و گوشت یا اینکه برگرها رو درست کنه دقیقاً 100% مزه همون برنچ اصلیشون رو بده. نگاه کنیم چقدر با نمکی چه بزرگ. در که میای اینجا تمام عکس کسایی هست که حالا اینجا اومدن عکس گرفتن. 2 مرتبه اون آخرش هم یه سری حالت تنورایی هستش که هم استیکو اینجا درست میکنن هم زغالا رو. حالا قسمتی که میتونین بیاین بشینین و غذاهاتون رو میل کنین اینجاست. آخه کیوته. ما تاکو گرفتیم با برگرش. استیکش خیلی معروفه که تمام کرده بود دیگه مجبور شدیم تاکوی گوشتش رو بگیریم با برگر.